عرض سلام دارم خدمت شما دوستای گلم، عزیزای دل، همراهی همیشگی. محمد رضا اکبری هستم و بازم با یک قسمت دیگه و در واقع قسمت 4 از دوره آموزشی فوتومونتاژ توی نرم افزار فتوشاپ در خدمتتونم که توی این قسمت آموزشی قراره به ادامه مبحث مدل سازیمون بپردازیم و اون رو تکمیل بکنیم و عیب و ایراداتش رو برطرف کنیم. توی قسمت قبل اگه یادتون باشه ما اومدیم همچین مدلی رو با ابزار پنتول و با استفاده از پس‌ها و سفارشی سازی میکسر براش اوکی کردیم. توی این قسمت قراره که بپردازیم به رفع ایرادات جزئی توی این مدل و ترکیب اون مدل با بدنه، سر و دم هواپیما. خب دوستان اگه دقت بکنید سمت راست کار ما به قسمت پیچش دور کره زمین اگر دقت بکنید به خوبی انجام شده و اون پرسپکتیو پیچش، اون حالت چرخیدن دور کره زمین به درستی انجام شده. ولی یه عیبی که داره اینه که زمانی که این میچرخه به دور کره زمین این قسمتی که اینجا روشنه باید تاریک باشه. چرا؟ چون یک خم شدگی درونش به وجود اومده و در واقع یک تیرگی اینجا باید به وجود بیاد و برعکس اینجا که تیره هست باید روشن بشه که فیزیک کار رعایت بشه. میریم سراغ سمت چپ. سمت چپ اگر دقت بکنید علاوه بر سایه و نور یا اون رفلکشن و سایه‌ای که باید ایجاد بشه، پیچش هم دچار خطا هست، یعنی به درستی این پیچش انجام نشده و ما باید اول چیکار بکنیم؟ بیایم پیچش رو در سمت چپ درست بکنیم و بعد روی نور و سایه کار بکنیم. پیچش سمت راست گفتیم اوکیه، هیچ موردی نداره و خب میتونیم از پیچش سمت راست در سمت چپ هم استفاده بکنیم تا چرخش این هواپیما به دور کره زمین خیلی خیلی رئال و طبیعی تر بشه. خیلی خب برای این کار ما میایم روی این لایه بچه‌ها، این لایه‌ای که ما سمت راستش پیچش خیلی خوبی داریم، یک کپی از این لایه میگیریم، اوکی میکنیم، بسیار عالی. لایه ماسکش رو غیر فعال میکنیم، با نگه داشتن شیفت و کلیک بر روی لایه ماسک این اتفاق میفته. کلیک راست میکنیم و لایه‌مون رو راسترایز میکنیم به این شکل. اوکی، الان یک لایه کپی داریم. میام چیکار میکنیم؟ با یکی از ابزارهای سلکت، مثلا من از رکتانگولار استفاده میکنم، میام این قسمت رو انتخاب میکنم، ازش یک کپی تهیه میکنم. خیلی خوب، ما دیگه کاری به این لایه نداریم. اوکی، بر روی لایه قرار میگیرم و کنترل تی، کلیک راست، فلیپ هوریزونتال و فلیپ ورتیکال، یعنی دقیقاً اون رو معکوس کردم. ببینید زمانی که این میاد اینجا به جای این قرار میگیره، چون پیچش خیلی خیلی خوب و درستی هم داره، همه چی حل میشه. یعنی ما اگر بتونیم این قسمت مدلمون رو جایگزین این قسمت بکنیم همه چی حله. بسیار عالی. اینجا رو نگاه میکنیم تا این حفره قشنگ پوشش داده بشه به این صورت. بسیار عالی. خیلی خوب، الان کافیه که برای این لایه روی یک لایه ماسک من اوکی بکنم با براش مشکی و فلو مثلا 7-8% چیکار میکنم؟ کلیک و درگ میکنم تا این دقیقاً یکی بشه. میرم روی لایه زیریم و این قسمت که اضافه هست رو با فلو 100 و براش مشکی از کارم حذف میکنم. یکم هاردنس بدم، یکم سایز رو کم کنم. بسیار زیبا. خب این جاهاش هم من پاک کنم بچه ها. بعد بیام دوباره روی لایه روی و با براش سفید این دفعه و با فلو مثلا 7-8% اینها رو ریکاوری کنم، برگردونم. خب برمیگردم، بهتره که این ریکاوری بشه. بله بسیار عالی. خب این لبه این که با مشکل مواجه شده برای کدومه؟ این قسمتش برای اینه. من میام این قسمت رو پاک میکنم. این قسمت اینجا برای این لایه است. میام اینجا رو پاک میکنم یه مقداری. خب اینجا رو هم با براش سایز کوچیک میام پاکش میکنم. خیلی خوب، بسیار عالی. البته این هنوز باید ویرایش بشه و اوکی بشه. فعلا مدل هامون رو یکی میکنیم، بعد به اصلاح سایه و نور اینجور چیزها میپردازیم. خیلی خوب، پس این هم از این. حالا فقط کافیه که چیکار بکنیم بچه‌ها؟ اینجا رو ببریم ماسکش کنیم پشت کره زمین. خب کره زمین رو انتخاب میکنیم از اینجا، دقیقا مثل قسمت قبل.
با براش مشکی و فلو سطح جایی که نمیخوایم رو از انتخابمون حذف میکنیم. ببینید دوستان، پیچش دقیقاً به زیبایی اوکی شد و فیزیک طبیعی خودش و ساختار اصلی خودش رو حفظ کرد. میریم سراغ پیچش بالایی. باز میام چیکار میکنیم؟ یک کپی دیگه از این لایه میگیریم، دقیقاً همین رو اونجا هم قرار میدیم بچه‌ها. خب میریم اینجا روی حفره دقیق قرار میگیریم. بسیار زیبا. میام با کنترل تی یکم ساختارش رو اوپاسیتی رو کم میکنم اینجا، ببینم داره چه اتفاق میفته. یکم وارپ میدم تا ساختارش یکمی فرق بکنه بچه‌ها. وارپ 3x3. آها بسیار زیبا. این هم از این. حالا اونشو کاریش نداریم چون میخوایم قراره که یکیش کنیم. خب این هم از این. خیلی خوب، اینتر. ببینیم چی کار کردیم. اوپاسیتی 100%. اینو فعلا خاموشش میکنیم چشمشو. من بیام روی این لایه. این نیست، اینه، ببخشید اینم نیست. کدومه؟ آها اینه. میام اینجایی که تاب خورده، پیچ خورده رو پاک میکنم. خب چشم این لایه رو روشن میکنم. بذارید من اینو بیارم روی این بفهمم که دقیقاً داره چه اتفاق میفته. آها بسیار عالی. این جاها رو پاک میکنم با فلو 6-7% که لایه زیر که ساختار مناسب تری هم داره و رفلکشن های خیلی بهتری داره چی بشه؟ نمایان بشه. بذاری اصلا همونم برگردونیم بچه‌ها، تا اینجاهاشو برگردونیم. بریم سراغ این لایه. آها حالا اینها رو درست میکنیم. فلو 2-3% بهتر جواب میده اینجا. بسیار زیبا، خیلی عالی شد. خب این هم از این. این دوتا لایه رو چیکار میکنیم؟ یکی میکنیم با کنترل ای. یکی شد. کره زمین رو انتخاب میکنیم و از اینجا ماسک میکنیم. جایی که میخوایم برگرده برمیگردونیم. دقیقا مثل قسمت قبل. چیز جدیدی رو ما الان نگفتیم. این هم از این. با دقت زیاد برامون ریکاوری شد. بسیار عالی. ببینید بچه ها، خیلی قشنگ و زیبا اون چرخشه اوکی شد. یعنی اون حس پیچش درست و اصولی کار به دور کره زمین الان داره چی میشه؟ تداعی میشه. خیلی خوب، یه کار دیگه فقط میمونه، اون هم اینه که اینجا باید سایه بیفته به جای اینکه نور قرار بگیره. برای این کار کافیه چی کار بکنیم بچه ها؟ من یه تکنیکی رو بهتون یاد میدم که خیلی خیلی راحته و خیلی هم میتونه حتی اصولی تر باشه نسبت به زمانی که ما میایم با براش اینجاها رو مشکی میکنیم. خیلی خب، اول اجازه بدین که من اینها رو اسمارت آبجکت کنم. لایه‌مون رو فلتش کنیم. این از این. خب اینو کلا یکی کنیم بچه ها. با کنترل ای اصلا یکی میکنیم. خب این هم که سر جاشه. این رو هم اسمارت آبجکت میکنم. حالا رسترایز هم کردین هیچ فرقی نمیکنه. بسیار عالی. ببینید بچه ها، وقتی ما روی یک لایه قرار میگیریم و روی اون لایه کنترل آی رو میزنیم، اینورت میکنیم، چی میشه؟ هم رنگ اینورت میشه بچه ها، هم شادو هایلایت. یعنی شادو میره جای هایلایت، هایلایت میاد جای شادو. مثلا نگاه کنید روی کره زمین، من اگر کنترل آی رو بزنم، ببین هم رنگ ها مکمل میشن، اینورت میشن، هم جای شادو و هایلایت برای ما تغییر میکنه. اوکی؟ مثلا ببینید اون جایی که روزه یا حالا رنگ خاک داره، رنگش فرق میکنه و تیره تر میشه و برعکس اون جایی که تیره هست روشن تر میشه. خیلی خوب، پس ما با این تکنیک خیلی راحت میتونیم شادو و هایلایت رو جاش رو تغییر بدیم و با یه لایه ماسک به راحتی جایی که هایلایت هست رو به شادو تبدیل کنیم. برای مثال بچه‌ها، من میخوام این پیچش رو اینجا رو فقط به شادو تغییر بدم و تبدیلش بکنم. کافیه که یک کپی از لایه بگیرم. چرا؟ چون من لایه اصلی خودم رو میخوام و نمیخوام لایه اصلی من
آسیبی بهش وارد بشه. بذارید برگردم. من اینجا فکر میکنم عملیات دوربری و سلکت رو بعد انجام دادم. بله، یکم این رو میارمش اینورتر. کره زمین رو انتخاب میکنیم، کنترل آی. الان بهتر شد. اینا رو برمیگردونیم. گاهن ممکنه که توی عملیات ها خطاهایی رو مرتکب بشیم که باز چون اونها رو مرور میکنیم بتونیم اونها رو اصلاحش بکنیم و اصلا خاصیت و مزیتی که مرور کردن پروژه داره همینه که میتونیم عیبای خودمون رو مجددا ببینیم و اونها رو برطرف کنیم. باز اسمارت آبجکت، این رو رسترایز بکنم یا اسمارت آبجکت فرق نمیکنه. حالا من دوست دارم این رو اسمارت آبجکت بکنم چون ممکنه که ما در طول فرآیند طراحی یه المانی رو خیلی بخوایم کوچیک بزرگش بکنیم و خب افت کیفیت پیدا میکنه. خیلی خوب، یک کپی از این تهیه میکنیم بچه‌ها. با کنترل آی اینورتش میکنیم. با نگه داشتن آلت، خوب دقت کن، با نگه داشتن آلت بر روی لایه ماسک کلیک میکنیم تا یک لایه ماسک مشکی برامون ایجاد بشه. الان کافیه که براش رو برداریم بچه‌ها، اون جاهایی که میخوایم سایه ایجاد بشه براش بزنیم. لزوما اگر خب فلوتون پایین‌تر باشه کارتون خیلی خیلی تمیزتر میشه. ببینیم چه اتفاقی میفته. هاردنس 0. ببینید بچه‌ها، بسیار زیبا. فلو رو بذارید 100 قرار بدیم، اوپاسیتی رو کم کنیم، اینجوری بهتره. حالا اینجا با اوپاسیتی مثلا 3-4%، 5-6% و براش مشکی چیکار میکنیم؟ جایی که نمیخواید تیره بشه یا زیادی تیره شده از کار حذف میکنیم. ببین به همین راحتی. پس اینجا چی شد؟ به جای هایلایت شادو برامون ایجاد شد. یکم دیگه هم هنوز جای کار البته داره بچه. بذارید فلو رو کم کنیم. بیارمش روی 1%. آها حالا شد. ببین خیلی بهتر و تمیزتر شد. حالا اینجا ما میتونیم چیکار بکنیم؟ یه مقدار اوپاسیتی رو کم و زیاد بکنیم تا خیلی هم تیره نشه سایه ما. بسیار عالی. میریم سراغ لایه بالا. پس این دوتا رو گروپ میکنیم تا قاطی نکنیم. کنترل جی کپی، کنترل آی اینورت، آلت لایه ماسک. از این ور شروع کنیم با براش سفید و فلو 1 خوبه به نظرم. خیلی خیلی زیبا شد. ببینید بچه‌ها، ببینید کار دقیقاً برعکس شد. یکم اوپاسیتی این رو کم کنیم بچه‌ها. بعد اینا اصلاح میشه توی مراحل بعدی. خب میریم سراغ لایه. آها ببخشید این هنوز مونده، این ورش هنوز مونده. اینم از این. یه مقداری هم اینجا اوپاسیتی رو کم میکنیم برای زیباتر شدن کار. میریم سراغ این لایه. این رو من گروپ میکنم. کنترل جی کپی، کنترل آی اینورت و از اینجا آلت کلیک با براش سفید میتونم اینجا رو اصلاح بکنم. اینها اصلاح میشه و خیلی خیلی زیبا میشه بدنه هواپیمای ما. خیلی خوب. یه مقداری هم اوپاسیتی این رو کم میکنیم. کنترل جی گروپ. میریم اینجا. بذارید مولتیپلایش بکنم ببینم نتیجه بهتر نمیشه. نه. خب یه مقداری این رو من زیادی براش زدم. انتخاب میکنم آلت بک اسپیس، ببخشید کنترل بک اسپیس. این رو خط میزنم، از نو دوباره استارت میکنم تا نتیجه بهتری رو داشته باشم. این نقطه خیلی مهمه، ببین که خوب مشخص باشه، خیلی مهم.
ببین میرم روی این لایه، این رو هم اصلاح میکنم بچه ها. این نقطه، آها خیلی بهتر شد. خیلی خوب، این هم از ایجاد سایه بر روی مدل هامون بچه ها. من یه بیفور افتر برم براتون. بیفور افتر، بیفور افتر، میبینید؟ خب اسم این رو میذاریم شادو مدل. لایه‌مون چون زیاد میشه بچه ها نامگذاری بکنید که براتون دردسرساز نشه. اینا رو هم اجازه بدیم بیاریم بیرون. کلن این سه تا لایه گروپ هم پاک میشه. این میشه خود مدل. خیلی خوب، این هم از این. خب الان نوبت این رسیده که ما هواپیما رو بیاریم چیکار بکنیم؟ روی این مچ بکنیم بدنه، سر و دم هواپیما رو. و بعد از اینکه اون رو مچ کردیم میریم سراغ رفلکشن ها، نور و سایه، و اونها رو دقیقاً با خود بدنه هواپیما مچ میکنیم و بافت بدنه هواپیما رو بر روی مدلی که ساختیم اوکی میکنیم و این مدل تبدیل به یک هواپیما میشه که توی قسمت‌های بعد سایه‌ای که بر اثر ایجاد این مدل بر روی کره زمین میفته این رو بهتون میگیم، رفلکشن ها رو بهتون میگیم، در و پنجره ایجاد کردن برای هواپیما رو میگیم و چیزهای دیگه. خیلی خوب، مدلمون رو ایمپورت میکنیم داخل محیط نرم افزار. بسیار عالی و زیبا. بزرگش میکنیم، یا اصلا بذارید یک کاری بکنیم، به جای اینکه اینجا ایمپورت کنیم یه سند جدید بسازیم بچه‌ها، دوربریش بکنیم بعد بیاریمش داخل این، خیلی بهتره. برای اینکه این رو دوربری بکنیم ما میتونیم از ابزار پن استفاده بکنیم که برای کار با ابزار پن تول و تسلط بر اون میتونید وارد کانال یوتیوب ما بشید و از اینجا پروپن تول رو مشاهده بکنید و استاد استفاده از پروپن تول بشید. خیلی خوب، ابزار پن رو انتخاب میکنیم با پی روی صفحه کلید، یا از این قسمت میتونیم پن رو انتخاب بکنیم و دور تا دور هواپیما رو با پن انتخاب میکنیم و بک‌گراند رو ازش جدا میکنیم. خیلی خوب، دور تا دور هواپیما خیلی دقیق و تمیز با ابزار پن انتخاب شد. الان کافیه که با کنترل اینتر اون رو با حالت انتخاب در بیاریم، یعنی پس رسم شده خودمون رو با حالت انتخاب در بیاریم و از این قسمت بر روی این آیکون کلیک کنیم تا دور تا دور هواپیما برای ما با حالت ماسک در بیاد و بک‌گراند به صورت کامل جدا بشه. برای اینکه ما کیفیت جداسازی خودمون رو ببینیم بچه‌ها، اینجا یک سولید کالر برای خودمون اوکی می‌کنیم. خب میاریم اینجا زوم میکنیم ببینیم که چی کار کردیم. اگه دقت بکنید بعضی جاها لبه هنوز سفیده و خب بک‌گراند درونش دیده میشه. برای رفع این مشکل بچه‌ها من یک تکنیکی رو یادتون میدم که خب بتونید لبه ها رو خیلی خیلی تمیز بکنید و یک جداسازی حرفه‌ای رو باهاش انجام بدید. البته توی پرانتز تکنیک‌های زیادی هست برای این کار، ولی خب این تکنیک خیلی میتونه بهتر برای شما کار رو انجام بده. میام چیکار میکنیم بچه‌ها؟ کنترل رو نگه می‌داریم، بر روی لایه ماسک کلیک می‌کنیم. هواپیما برامون با حالت انتخاب در اومد. از این قسمت مثلا رنگ قرمز رو براش اوکی می‌کنیم. بر روی لایه ماسک قرار می‌گیریم، کنترل آی اینورت یا همچین چیزی رو ما ایجاد می‌کنیم. اوکی؟ خب کلیک راست می‌کنیم، این رو اسمارت آبجکت می‌کنیم، اسمش رو مثلا می‌ذاریم رد برای مثال. اوکی. بعد میام چیکار میکنیم؟ حالا دلیل این کارا رو من بهتون میگم. بر روی لایه هواپیما قرار میگیریم، کنترل جی گروپ. به جای اینکه لایه ماسک روی لایه اصلی تصویرمون باشه، روی لایه گروپ اون رو اوکی میکنیم. کلیک میکنیم و درگ میکنیم روی لایه گروپ تا لایه ماسک از لایه اصلی به لایه گروپ انتقال پیدا بکنه. الان ببینید بچه‌ها، لایه ما، من این رو فعلا غیر فعال بکنم، لایه اصلیمون رو اگر جابجا بکنیم میبینید که یه مرزی داره، یه چارچوبی داره و اون هم چیه؟ اون هم اینه، چارچوبش اینه. یعنی الان هواپیمای من توی این چارچوب قرار گرفته و نمیتونه به خارج این چارچوب چیکار بکنه؟ نفوذ بکنه. پس من نتیجه میگیرم اگر بیام چیکار بکنم؟
بدنه هواپیما رو یک کم بکشم. ببین کش بدم این قسمت های لبه ها رو به سمت بیرون. لبه های من میاد میچسبه به چی؟ به لبه لایه ماسک من و این سفیدی ها از بین میره. برای مثال من روی این لایه قرار میگیرم. البته راهش این نیست، فقط میخوام نشونتون بدم، بعد بریم راه اصلیشو اوکی بکنیم. میرم روی ابزار اسماج تول. اسماج میاد چیکار میکنه؟ اون رو میکشه، یه چیزی رو میکشه. ببین مثلا من اینجا رو میگیرم میکشم به سمت خارج. دیدی چی شد؟ این لبه رو نگاه کن. اینها جایگزین لبه های سفید میشه و چون نمیتونه از این مرز تعرض بکنه و به بیرون بره، همه چی حل میشه، اوکی میشه. حالا چرا ما این رو ساختیم؟ الان بهتون میگم. بر روی لایه اصلی اون قرار میگیریم، اسمارت آبجکت، از قسمت فیلتر لیکوفای رو انتخاب میکنیم. توی لیکوفای بچه‌ها، توی این ابزار که میدونید که این ابزار برای اعوجاجه، ببین میتونه اعوجاج ایجاد بکنه با توجه به سایز، پرشر، دنسیتی و ریتی که ما براش مشخص میکنیم. و خوبی که داره مثل اسماج تول نیست که بیاد بافت هواپیما رو نرم بکنه، از بین ببره. فقط و فقط یه اعوجاجی توش به وجود میاره. اوکی؟ من این رو فعلا ببندم، کاری به این نداریم. این قسمت یک گزینی داریم به نام شو بک دراپ. درسته؟ ببینید در این حالت ما که نمیدونیم لایه ماسکمون چی بوده و چقدر محدودیت داریم و به صورت کلی اگه بخوام بگم نمیدونیم که قالبمون چیه، چارچوبمون چیه. خب برای همین اومدیم اون لایه رد رو ساختیم تا اینجا بتونیم با شو بک دراپ چی کار بکنیم؟ اون رو فعال بکنیم. شو بک دراپ رو میزنیم. این شو بک دراپ میگه که یه بک دراپ برای خودت در نظر بگیر تا بدونی کجای کاری و بهتر بتونی کار رو انجام بدی. اولین کاری که میکنیم این تیک رو فعال میکنیم، اوپاسیتی رو 100 میکنیم، از قسمت آل لیر رد رو انتخاب میکنیم. اوکی؟ الان ببینید کلیک میکنیم یه ارور میده، اوکی رو میزنیم. ببخشید این تیک رو میزنیم و اوکی. ببینید الان این قرمزه تا اینجا اومده. بک دراپ همین قرمزه رو برای ما فعال کرده و ما الان به راحتی میتونیم چیکار بکنیم؟ بفهمیم که چه اتفاقی داره میفته. سایز براش رو بزرگ میکنیم، خب دنسیتی رو کم میکنیم، یه مقداری پرشر هم کم میکنیم. اون جاهایی که لبه های سفید هست رو با کلیک و درگ به خارج هدایت میکنیم مقداری. ببینید میره پشت اون لایه قرمزه و وقتی میره پشت لایه قرمزه یعنی همه چی حله، همه چی اوکیه. این لایه قرمزه در واقع همون محدوده ماست. ببینید لبه ها رو، اینجا رو نگاه، آبیه جایگزین شد، خیلی راحت. اینجا رو نگاه، سفید جایگزینش شد. سایز رو کم میکنم مقداری، ببین زیاد میکنم سایزو، چقدر زیبا. با این تکنیک شما میتونید هر چیزی رو خیلی زیبا جدا بکنید و حتی یه صافکاری خوب هم روی المان هاتون اوکی بکنید. حالا انشالله توی دوره عکاسی صنعتی و ادیت عکس های صنعتی بهتون یاد خواهم داد که چجوری میتونیم از این تکنیک تصاویرمون رو فرمش رو میزون بکنیم. ببین چقدر فرق کرد. اینا که اوکیه، اینا هم اوکی میکنیم، کوچیک میکنیم که این اعوجاجات به جاهای دیگه هواپیما نخوره. خیلی خوب، من یه بیفور افتر میدم. به لبه ها فقط دقت کن. بیفور افتر، بیفور افتر. اینجا رو نگاه کن، بیفور افتر، بیفور افتر. واقعا فوق العاده شد. و الان کافیه که بر روی اوکی کلیک کنیم. این رو غیر فعال میکنیم. ببینید لبه های خودمون رو، واقعا عالی شد. و الان میتونیم چیکار بکنیم؟ این دوتا لایه رو انتخاب بکنیم، کلیک راست، Convert to Smart Object.
و الان یه هواپیما داریم که خیلی دقیق دوربری شده و میتونیم اون رو به کارمون اضافه بکنیم. این هم از این. فقط یه موضوع دیگه که یادم رفت، لبه های ما خیلی خیلی تیزه و یکم باید حالت بلر شدگی بگیره. روی اسمارت آبجکت کلیک میکنیم، میریم داخل لایه اصلیمون، بر روی لایه ماسک قرار میگیریم بچه‌ها، پروپرتیز، و از اینجا یه مقدار، فقط یه مقدار فدر به لبه ها میدیم. دیدین این تغییرات رو ببینید، لبه رو نگاه کنید، بسیار زیبا. کنترل اس سیو. این یکی از خاصیت های اسمارت آبجکت هاست که بچه‌ها خودتون شاید بدونید که میتونیم ما اون رو هر آن هر لحظه که دلمون خواست ادیت بکنیم. خیلی خوب، این از هواپیمای ما. هواپیما الان آماده است برای چی؟ برای اینکه روی مدل ما، مدلی که ساختیم، مچ بشه، قرار بگیره. خیلی خوب، مدل اصلی رو برای خودمون نگه می‌داریم و کار خوب و درست هم همینی که همیشه مدل اصلی رو برای خودمون نگه داریم. با کنترل جی یه دونه کپی ازش اوکی می‌کنیم، داپلیکیت، چشم این رو خاموش می‌کنیم و اینجا میام چیکار می‌کنیم؟ از جاهایی که می‌خوایم چیکار می‌کنیم؟ یه کپی تهیه می‌کنیم. خب من می‌خوام اول از اینجا شروع بکنم، انتهای هواپیما رو ازش یه کپی تهیه می‌کنم. ببین به این صورت، خیلی راحت، کلیک راست، کپی. خب این انتهای هواپیما. وسط هواپیما که بال میانی هواپیماست، این رو هم انتخاب میکنم از این قسمت، کپی. و سر هواپیما کجا رفت؟ این هم از سر هواپیما. این رو چشمش رو خاموش کنیم. پس این شد چی؟ سر هواپیما که باید بیاد اینجا قرار بگیره بچه‌ها، جای این شد وسط هواپیما که باید بیاد اینجا، و این هم شد دم هواپیما، انتهای هواپیما که باید بیاد اینجا روی همین پرسپکتیو دقیق مچ بشه. اوکی؟ خیلی خوب، میام چیکار میکنم؟ سر هواپیما رو اینجا اوکی میکنم. البته اگر دوست داشتید شما میتونید از این هواپیما هم استفاده بکنید، از المان سر هواپیمای این عکس. ولی خب من میام اینجا از این استفاده میکنم که طبیعی تر هم بشه. خیلی خب، بگذریم. میریم این رو چیکار میکنیم؟ قشنگ روی پرسپکتیو این مدلی که ساختیم اوکی میکنیم. اولین کاری که میکنیم اسمارت آبجکت میکنیم که افت کیفیت نداشته باشیم توی کوچیک و بزرگ کردن اون. کنترل تی ترانسفورم، یه مقداری سرش رو به سمت بالا هدایت میکنیم، یه مقداری هم اینجا کوچیک میکنیم تا بدنش دقیقاً بشه هم اندازه بدنه مدلی که ساختیم. بسیار عالی و زیبا. خب اینجا وارپ رو انتخاب میکنیم 3:3. توی نرم افزار فتوشاپ 2020 ورژن 2020 ما همچین گزینه هایی رو داریم. توی ورژن های قبلی دیگه نیازی نیست ما اینها رو انتخاب بکنیم. زوم میکنم روی تصویرم، بدنه رو دقیقاً مچ میکنم با بدنه مدل خودم که برای خودم اوکی کرده بودم. بسیار عالی. اینتر. خیلی خوب، هر جایی که دوست داشتید میتونید قرار بدید. الان جاش به نظرم خوبه بچه‌ها. میام روی مدلم. خب لایه بالایی کدوم بود؟ این بود، درست. یه لایه ماسک اینجا باز ایجاد میکنم، با براش مشکی و فلو سد اینجاها رو پاک میکنم. خیلی خوب، این از این حله. میریم سراغ بدنه. بدنه رو فعال میکنیم. این که خود هواپیما بود، ببخشید. من یه دونه اصلا این رو پاک کنیم. این رو اسمشو بذاریم اوریجینال مدل. این چی بود؟ این هد بود، این بادی بود، این هم انتها بود. دوم چی میشه بچه؟ اسمشو مثلا میذاریم بک، یعنی پشتش. این هم از این. خب این رو انتخاب میکنیم، پرسپکتیو رو دقیقاً اینه بدنه مدلی بکنیم که ما اوکی کردیم. خیلی خوب، این زاویه بسیار عالی. یکم بزرگه، کوچیکترش میکنیم بدنه رو. خیلی عالیه. خیلی خوب، خیلی خوب شد. نگاه میکنیم از دور، به نظر میاد که خوبه. یکم بزرگترش هم بکنیم ضرر نداره.
جاش هم که خوبه، حالا دل بخواهی هر جا که دوست داشتید تنظیم میکنیم. خیلی خوب. با ابزار وارپ و وارپ 3x3 میام جاهایی که دوست داریم رو اصلاح میکنیم و بدن رو دقیقاً فیکس خود مدل خودمون میکنیم. ببینید فیکس شد. بله، اینتر. بسیار زیبا. میبینید بچه ها یه همچی چیزی رو ما الان اینجا اوکی کردیم. اینجا رو یادمون رفت، مقداری هم اینجا رو اوکی میکنیم اصلاح بشه. میریم سراغ بک یا همون انتهای هواپیما. خیلی خوب. این هم از مچ کردن اعضای هواپیما بر روی مدل خودمون. الان کافیه که چیکار بکنیم؟ بیایم با استفاده از تکنیک هایی که توی قسمت آینده میگیم، نور و رنگ بدنه رو با بدنه مدلمون یکی بکنیم، مچ بکنیم که یک نواخت بشه. پنجره ها رو حذف بکنیم، بافت بدنه رو روی مدلمون اوکی بکنیم. بعد برای خودمون در و پنجره ایجاد بکنیم متناسب با پیچشی که این هواپیما داشته و مطالبی که در آینده یاد خواهید گرفت. خیلی خوب دوستان، امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشین و این قسمت هم براتون مفید واقع شده باشه. پیشنهادی که براتون دارم